چیکار کنم انگلیسی فراموشم نشه؟ میرم کلاس زبان، آموزش‌های شما رو دنبال میکنم آقای فرشباف، یه روز دو روز تو ذهنمه، بعد از 3-4 روز همه چی از ذهنم پاک میشه. چجوری میتونم انگلیسی رو بدون فراموشی یاد بگیرم؟ موضوع این ویدیوه، تا تهش همراه باش. بزن بریم. سلام، محمد فرشباف هستم، مدرس زبان انگلیسی و توی این ویدیو میخوام به یکی از پرتکرارترین ایرادات و سوالاتی که ازم میپرسین پاسخ بدم که چجوری میتونم انگلیسی رو بدون فراموشی یاد بگیرم. اولین قدمی که باید برداریم بچه‌ها اینه که ما باید ذهنیتمون رو نسبت به زبان انگلیسی تغییر بدیم. هیچ وقت یادم نمیره روز اولی که اومدم توی فضای مجازی و در مورد ذهنیتم در مورد انگلیسی صحبت کردم، خیلیا با هم مخالف بودن، اما بعد از مدتی انقدر نتایج خوبی گرفتن شاگردام که همه به این موضوع ایمان آوردن. همه کسایی که با هم مخالف بودن اومدن و جزئی از تیم من شدن. بچه‌ها، زبان انگلیسی درس نیست. این حرفیه که از روز اول داشتم میزدم. چرا؟ چون وقتی ما بیایم ذهنیتمون در مورد زبان انگلیسی مثل یک درس باشه و بیایم حفظش کنیم، هرگز نمیتونیم انگلیسی رو برای همیشه تو ذهنمون نگه داریم. چرا؟ چون همیشه داریم میخونیمش. ما انگلیسی رو نباید بخونیم، نباید حفظش کنیم. انگلیسی که شعر نیست، شعر رو آدم حفظ میکنه. انگلیسی پس چی آقای فرشباف؟ بچه‌ها، انگلیسی مهارته. ما مهارت رو کسب میکنیم، اما درس رو میخونیم و حفظ میکنیم. پس فردا هم امتحانش رو دادیم فراموشمون میشه، اما مهارت رو کسب میکنیم و همیشه با ما میمونه. مثل مهارت راه رفتن، مهارت شنا کردن، مهارت رانندگی کردن، دوچرخه سواری کردن. کیو دیدین به خاطر اینکه بخواد دوچرخه سواری کردن رو یاد بگیره بیاد کلی کتاب و متن حفظ کنه؟ اصلا اینجوری نیست. همون روز اول بهش میگم ببین فقط رکاب بزن برو جلو. یا وقتی میخوای شنا یاد بگیری، جلسه اول معلم پرتت میکنه تو آب، میگه سعی کن رو آب بمونی. چرا؟ چون تا وقتی دلو نزنی به دریا اون مهارت رو یاد نمیگیری. حالا تو زبان انگلیسی رو هی بیا حفظ کن، هی بیا روخونی کن، یاد نمیگیری. خب آقای فرشباف، شما گفتی که ذهنیتمون رو باید نسبت به زبان انگلیسی تغییر بدیم و بدونیم که انگلیسی درس نیست، مهارته و مثل مهارت باش رفتار کنیم. حالا چیکار کنم آقای فرشباف؟ بهترین کار اینه که هر چیزی رو که در مسیر یادگیری زبان انگلیسی بهش میرسی و یاد میگیری، همون لحظه باش جمله سازی کنی. آقای فرشباف مثال میزنی؟ برای مثال من توی همین کانال اومدم 150 تا فعل اصلی و کاربردی و ضروری انگلیسی رو آموزش دادم. تو اگر تا الان رفته باشی و اون ویدیوها رو نگاه کرده باشی و بگی این چقدر جالب بود، یا دیگه نهایتش اومدی نوت برداری کردی، مطمئنم تو هم از اون دسته از آدمایی هستی که امروز دیدی، یاد گرفتی، پس فردا 5 روز دیگه 10 روز دیگه همه اون اطلاعات از ذهنت فراموش شده و پاک شده. برای اینکه این اتفاق نیفته فقط کافیه یه کار رو انجام بدی. من امروز یه ویدیو گذاشتم و اومدم مثلا 10 تا فعل ضروری رو آموزش دادم. تو بیا اون ویدیو رو ببین، با اون 10 تا با هر کدومش 5 تا مثال بزن. بهت قول میدم اگر این کار رو بکنی دیگه فراموشت نمیشه. مثلا اومدم فعل respect رو بهت آموزش دادم. respect میشه احترام گذاشتن. مثلا I respect my family، من به خانواده‌ام احترام میذارم. I respect my teacher، من به معلمم احترام میذارم. I respect my coach میشه مربی، من به مربیم احترام میذارم. میبینی؟ respect میشه احترام گذاشتن. همینجوری باش مثال زدم، دیگه فراموشم نمیشه. تو به عنوان یک زبان آموز باید تبدیل بشی به ماشین جمله سازی. آقای فرشباف جمله سازی بلد نیستم. ببین برات هیچ بهونه‌ای رو به جا نذاشتم. اگر جمله سازی هم بلد نیستی، ویدئوی کامل جمله سازی در زبان انگلیسی هم توی کانالم هست، برو اونم تماشا کن. هم ویدئوی جمله سازی هست، هم ویدئوی 150 فعل ضروری هست و این دوتا مکمل بی‌نظیری میشن برای اینکه تو انگلیسی صحبت کردن رو بدون فراموشی شروع کنی. هم بهت راه حل دادم، هم بهت گفتم که باید ذهنیتتو تغییر بدی، هم اومدم یه مسیر روشنی رو جلوی پات گذاشتم. دیگه بهونه‌ای برای شروع کردن نمیمونه. مرسی که تا اینجا همراه بودی. محمد فرشباف هستم، مدرس زبان انگلیسی. بازم اگر نکته دیگه‌ای، سوال دیگه‌ای دارین ازم تو کامنت ها بپرسین. Stay tuned. Good luck.